بچه الان یه داستان جدید اتفاق افتاد، منم زدمش. ترافیک بود، دم صبح ترافیک بود. آقا اومدیم، این بغل من یه ماشین باری بود، حالا نمیگم چی بود. آقا این میرفت رو جدول، لای ماشینا میرفت میومد، میرفت گاز میداد. آقا معلوم بود آقا حیرون سیرون بود. یه ماشینم اون ورش، این بالا نمیدونم میدید قصد این کارو میکرد، راه نمیداد یا اصلا کلا سیستم رانندگیش اینجوری بود. این دیگه رفت بغلش. آقا این منم پنجه منم دوشم گوش بده. آقا چرا راه نمیدی؟ اونم نمیدونم چی میگفت، چون ماشین اونوری بود من نمیشیدم. من نمیدونم مردم خمارن. بابا بزر بریم دیگه، بزر بریم برسیم. بازش گرفت رفت. این داستان امروز بود. داستان دیروز غروب برای خودم اتفاق افتاد. من گازشو گرفته بودم، داشتم میرفتم. آقا یه دونه ماشینه گرفت جلو ما. آقا ماشینه گرفت جلو ما، ما خورده تیز شدیم که آقا این چرا گرفت جلو من؟ رفتم رسیدم بهش و گفتم داداش برای چی میگیری جلو من؟ چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ آقا آروم شیشه رو داد پایین، خورده اینجوری نگاه کرد داداش برو، دعوا نداریم، برو. ما دعوا نداریم، میگم برای چی میگیری جلو ماشین من؟ داداش آدمه نشه که دعوا نمیکنه. دم بابا من که نشه نیستم، من که نشم. آقا خیلی خوب، یعنی واقعا اگه مردم همه اینقدر نشه باشن اصلا دعوا نمیشه. اینقدر یارو مهربون بود. برو داداش برو عزیزم، برو ببخشید برو، آدم نشه دعوا نمیکنه. آقا اون نشه به راهش ادامه داد و ما هم حیران جاده. خیلی مردم با هم تفاوت دارن. چرا؟